موفری که در بحث ساخت این ربات تلاش داشتن. امیدوارم که در سال آینده شاهد پیشرفت این ربات و ربات‌های دیگری باشیم. یه پیشنهاد دیگه من هم این است که وقتی که ما می‌بینیم جوان‌های بسیار با استعدادی در سازمان آتش نشانی هستند، وظیفه مدیریت سازمان این است که یک مقداری با مرکز علم و فناوری و دانشگاه مهندسی، دانشگاه صنعتی بتونه ارتباطش رو نزدیکتر بکنه. ما هم آمادگی این رو داریم که هر سال یک کار تحقیقاتی جدیدی رو شروع کنید و بتونید یک تولید بهتر و قوی‌تر از روز قبل داشته باشید.